درود فیسبوک. من این ویدیو رو برای دوستدارانی درست میکنم که میخواستن بدونن چجوری پسندهاشون رو از روی صفحه خودشون بردارن و اگر که قایم کنن از دید مردم. اولین کاری که شما میکنید میرید روی صفحه خودتون، بعدش اینجا که نوشته بیشترها روی اون وای میستید و میایید روی پسندها کلیک میکنید. بعد که این رو کلیک کردید میره اینجا روی صفحه که پسند کرده اید. از اونجا این بالا که نوشته ویرایش عکس خودکاربری هست روی اون کلیک میکنین و میایید پایین و اونجایی که نوشته ویرایش حریم خصوصی روی اون کلیک میکنید. اینجا هر صفحه جزو یه بخشی رفته و اینجا برای هر بخشی جداگانه میگید که فقط دوستدارانتون ببینن یا فقط خودتون، یا هر کدوم اینا رو که دوست دارید کلیک میکنید برای هر بخش و بعد بستن رو میزنید. اگر میخواهید که فقط این پسندها از کلن از این بیشتر برداشته بشه و اینجا دیگه نمونه، شما دوباره روی این ویرایش کلیک میکنید و اولین گزینه که نوشته ویرایش بخشا روی این کلیک میکنید. بعدش انتخاب میکنید اینجا که تیک کرده روی پسندها، این تیکش رو برمی دارید و میزنید ذخیره و دیگه این اینجا نمیمونه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. درود به دوستداران فیسبوک.